بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. و سپس حمد و ستایش او سبحانه و تعالی را میگوییم. از او کمک میخواهیم و آمرزش میطلبیم و به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم. به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان. به سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم و از کارهای ناشایممان همچنین به سوی او سبحانه و تعالی رجوع میکنیم و به سوی او پناه میبریم. به درستی که هر کسی را الله سبحانه و تعالی هدایت کند، هیچ کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کی اگر گمراهی را اختیار نماید، هیچ کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بر حق جز الله نیست. او تنهاست، یگانه است، بدون شریک. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست، صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. پروردگار، ما هیچ دانش نداریم بجز آنچه که بر ما آموخته ای الله. ما را به آنچه که آموخته توفیق بده بر آن عمل نماییم و علم سودمند برای ما نصیب روزی بگردان. پروردگار را به علم ما بیفزای. اما بعد، این رساله چگونه که ذکر نمودیم چهار قاعده قرآنی، اگر هر کسی این چهار قاعده را از بر کرد، از خود کرد، به اذن الله تعالی یک خوشنودی و خوشبختی نیکویی را نصیب روزی میگردد. که این چهار قاعده تعلیف شده است از جانب شیخ محمد بن سلیمان التمیمی رحمه الله تعالی. و شیخ این رساله‌اش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماید. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. آغاز کرده است رساله‌اش رو، این کتابش رو با بسم الله الرحمن الرحیم. زیرا عادتاً کتاب‌های این مؤلف شیخ محمد بن سلیمان برای مردم و مخصوصاً شروع کنندگان، کسانی که اولین قدم‌ها را برای آموزش احکام شرعی که طلب علم می‌گذارند، برای آنهاست. برای فایده را بیشتر و زودتر بر گوش شنونده برساند. برای هم در ذکر می‌شود در شرح اینکه افتتاح مصنف رحمه الله تعالی الرساله المختصره هذه، این رساله مختصر را مؤلف رحمه الله تعالی شروع نمود با بسم الله الرحمن الرحیم، چون که مؤلف رحمه الله تعالی در غالب کتاب‌های خود را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌کرد برای عامه مردم، به خاطر فایده را زود بر گوش مردم برساند و اختصار مختصر کردن وقت خود در حال با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می‌نماید، بدون اینکه الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله چون در منبرها گفته می‌شود، بدون این را ذکر نمودن. پس با بسم الله الرحمن الرحیم کتابش را آغاز کرده. اقتدا به کتاب الله سبحانه و تعالی، کلام الله را بکشیم، شروع می‌شود بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. چون کتاب الله سبحانه و تعالی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است و همچنین پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیروی از عملکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم، همچنین چون هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اراده میکردن یگام کتابی رو برای یگام رساله رو برای یگام کس برای بسوی دعوت ملکان پادشاهان رو میکردن، شروع میکردن با بسم الله الرحمن الرحیم از محمد عبدالله به هرقل عظیم روم یا که فارس و غیر از اینها، چون که فایده را زودتر به آنها برساند. امام بخاری یک باب خاصی را در این مورد ذکر کرده است. پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در حال بودنم شروع می‌نمایم این کتاب را کمک طلبنده از الله سبحانه و تعالی و با ذکر او برکت می‌جویم با نام الله سبحانه و تعالی، کمک یاری می‌طلبم از او در رسانیدن این رساله و ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی. و سپس فرمود اسأل الله الكريم رب العرش العظیم ان يتولاك في الدنيا والآخرة، یعنی از الله کریم پروردگار عرش عظیم میخواهم که تو را در دنیا و آخرت زیر حمایه خود، زیر ولایت خود قرار بدهد و ان یجعلک مبارکا اینما کنت، و تو را هر جا که باشی مبارک بگرداند، و ان یجعلک ممن اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر و اذا اذنب استغفر، و تو را از جمله آن کسان و نفران قرار بدهد که وقتی که داده شود بر اون نعمت داده شود شکرگزار آن باشد، وقتی که امتحان شود صبر کننده باشد، و وقتی که گناه کرد استغفار کند، اذا اذنب استغفر. زیرا این سه خصلت بزرگ هنگامی که بر اون نعمت داده شود شکرگزار باشد، هنگامی که در امتحان قرار بگیرد صبر کننده باشد، و هنگامی که گناه کرد استغفار توبه نماید، این سه خصلت نشانه اساس سعادتمندی بنده است. این سخن مؤلف است. اما شرح این در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی با دعا شروع کرده. گفت اسأل الله الکریم رب العالمین یتولاک، از الله کریم پروردگار عرش عظیم خواهش میکنم، طلب میکنم که تو رو در دنیا و آخرت سعادتمند و نیکو بگرداند. در اینجا دعا کرد و راهنمایی کرد و علم داد و بیان کرد رحمه الله تعالی. اسأل الله گفت، اسألو از سؤال گرفته شده است و معنای اینکه از الله طلب می نمایم، از الله طلب دارم، خواهش دارم، دعا میکنم، دست بر دعا میبردارم. الله لفظ جلاله است، از بزرگترین نامهای پروردگار است،
چگونه که قول جمهور علما است. پس در اینجا مؤلف رحمه الله تعالی میگوید که اسأل الله الکریم، یعنی طلب مینمایم از الله کریم، طلب میکنم. چی طلب میکنم؟ بیان میکنیم الله این لفظ جلاله است، از بزرگترین نامهای پروردگار است. چگونه که جمهور علما بر این است. لفظ الله مراد به این معبود بر حق است. الله میگیم این معبود بر حق و کلمه الله اصلش از اله به معنی معبود بر حق گرفته شده است که دلهای مردم به سوی او متوجه میشوند. معلوهن اسأل الله الکریم، از الله کریم طلب مینمایم. در این کلمه اسأل الله الکریم زوجی میفرماید در لسان عرب، در لغت عرب کریم به معنی سخاوتمند است، سخاوتمند، عزتمند. چگونه که در قول الله سبحانه و تعالی رب العرش الکریم آمده است، پروردگار عرش کریم. در سوره مؤمنون الله میفرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان، ای مردم، چی چیز تو را فریبیده است، چی چیز تو را فریبیده است در برابر پروردگار کریمت. پس اسأل الله الکریم رب العرش العظیم، از الله کریم و رب عرش عظیم. در قول الله سبحانه و تعالی که فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. اگر آنها روی گردانیدن پس بگو بسنده است مرا الله که معبودی بر حق نیست و سوی او توکل می نمایم، پس او پروردگار عرش عظیم است. پس عرش الله در این آیه های قرآنی عظیم ذکر شد، از بزرگترین مخلوقات است. رب العرش العظیم، پروردگار عرش بزرگ. ابن کثیر رحمه الله تعالی فرمودن رب العرش العظیم، پروردگار عرش بزرگ، رب عرش بزرگ، پس یعنی پروردگار مالک است، مالک تمامی چیز است، تمامی هستی است، خالق تمامی هستی است. چون رب در اینجا به معنای مالک و صاحب می آید، پس مالک و صاحب تمامی چیز است، تمامی خلقیت است. و فرمود ان یتولاک، تو را ولی بگرداند، یکی تو را یاری بدهد، یاری رساند بگردد. پس ان یتولاک، تو را ولی بگرداند، در حقیقت دعا کرده ایستاده است. چون قول الله سبحانه و تعالی می فرماید الله ولی الذین آمنوا، الله ولی و کمک رسان آن کسانی است که ایمان آورده اند. یخرجونهم من الظلمات الی النور، الله ولی و رسان آن کسانی که ایمان آوردند، پس کسانی که ایمان آوردند آنها را از ظلمات ها، از ظلمات کفر و شرک، ضلالت و گمراهی به سوی نور، به سوی توحید و سنت راهنمایی می‌نماید. والذین کفروا، اما آن کسانی که کافر شدند، اولیاءهم الطاغوت، پس دوستان یا رسان آنها طاغوتان هستند. یخرجونهم من النور الی الظلمات، آنها را از نور توحید و سنت به سوی ظلمات کفر و شرک ضلالت راهنمایی میکنند. پس ولی، الله ولی رسول است، الله ولی الذین آمنوا. ولی فعیل به معنای فاعل میاد، یعنی گرفتارش از ولایت، از ولایت، یکی از نصرت. الله نصرت دهنده و رسول است. خطابی میفرماید رحمه الله تعالی ولی الناصر ینصر عباده المؤمنین، ولی آن کسی است که ناصر، نصرت دهنده است، بندگان مؤمنش را نصرت میدهد، بندگان مؤمنش را نصرت میدهد. چون در قول الله سبحانه و تعالی است ذلك بان الله مولا الذین آمنوا، بدرستی که الله سبحانه و تعالی مولای آن کسانی است که ایمان آوردند، یکی یاری و نصرت دهنده آن کسانی است که ایمان آوردند. و ان الکافرین لا مولا لهم، بدرستی که بر کافران یگام دوستان و یاری رسان نیست. الله ولی الذین آمنوا، در این قول الله سبحانه الله ولی نصرت دهنده و رسول آن کسانی است که ایمان آوردند، در این دنیا و آخرت آنها را نصرت یاری میدهد. پس آخرت داری بقا هست، باقی جاودانه باقی میماند. پس هنگامی که تو را الله سبحانه و تعالی یاری بدهد، تو را نصرت بدهد، ولی تو قرار بگیرد، تو را از ظلمات های شرک و کفر و الحاد و شک به نور هدایت، به نور ایمان، به نور توحید، به نور علم نفرساننده و عمل صالح راهنمایی میکند، هدایتت میکند، توفیقت میدهد که تو راه راست، راه حق را انتخاب نمایی و در این راه حق مستقیم تو سیر نمایی، منهج راه سلف صالح را پیشه بگیری، از صحابگان کرام و تابعین، کسانی که با احسان از آنها پیروی کردند. اما در آخرت الله سبحانه و یاری و نصرت دهنده تو باشد، تو را از گهدان جهنم نجات میدهد و تو را داخل جنت قرار میدهد و در آنجا جاودانه باقی قرار میگیری. و سپس معلم میفرماید ان یجعلک مبارکا اینما کن، با دعای نکی مؤلف رحمه الله تعالی تو را الله مبارک بگرداند هر جا که باشی. این در بیان قول الله سبحانه و تعالی و جعلنی مبارکا اینما کنت، از زبان عیسی علیه السلام، و ما را مبارک گردانید هر جا که باشم. ان یجعلک،
پس یعنی که الله همیشه تو رو مبارک بگرداند. این دعا هست، همچنین دعای مستمر بر دوام. تمام حیاتی که داری الله سبحانه و تعالی با همراهی توست و مبارکت بگرداند. مبارک تمام خیر رو میگویند. در عمرت مبارک بگرداند، در رزقت مبارک بگرداند، در عملت، در کارت، در زندگیت، در خانواده‌ات، در تمام حیات شؤون حیاتت تو رو مبارک بگرداند. از قول عیسی علیه السلام که و جعلنی مبارکا اینما کن و اوصانی بالصلاه، من هر جا که بودم ما رو پروردگار مبارک قرار داد و ما رو بر نماز وصیت نمود. پس تو رو الله مبارک بگرداند، یعنی که تو رو الله سبحانه و تعالی یک انسان قرار بده که فایده تو به دیگران برسد. در آنچه که تو تعلیم میگیری، ان یجعلک مبارکا اینما کن، تو رو مبارک بگرداند هر جا که باشی، یعنی تبسوی هر جا تو متوجه شوی با تو برکت باشد. دعای خیر است در حق تو. و فرمود و ان یجعلک ممن اذا اعطی شکر، با دعا نماید که هنگامی که بر تو را از جمله آن کسان قرار بدهد که بر تو هنگامی که نعمت داده شد شکر و سپاس آن را ادا نمایی و هنگامی که مصیبت بر بالای سرت آمد تو صبر کنی. هنگامی گناه کردی استغفار نمایی. ان همین سه چیز عنوان سعادت است. دعا کرد اذا اعطی شکر، هنگامی که نعمت داده شود شکرگزار باشد. الله نه که بر تو عطا کرد، بر تو نه که الله بر تو داد. دادن الله متحقق میشد بر بنده. هر کسی رو بخواد هر چی که بخواد میدهد، در این شک تردیدی نیست. و عطا کردن این مورد از این احسان و نیکوکاری است، فضل است، منت است، نعمت است. این عطای الله سبحانه و تعالی هم در دنیا است هم در آخرت. پس هنگامی که این عطا داده شد، پس شکرگزاری نمایی. شکرگزاری آن احسانی که الله با تو کردگی است. ابن قیم میفرماید رحمه الله تعالی در منظر رسالکین میفرماید که شکر چی است؟ میگه ظهور اثر نعمت الله علی لسان عبدی، ظاهر شدن اثر نعمت الله بر زبان بنده. معنای شکر ظاهر شدن اثر نعمت الله که بر تو دست بر زبان گوینده، بر زبان ظاهر شدن و اعتراف کردن با زبان و با قلب شهادتی دادن، با محبت و با جواری، با اعضای بدنت عمل کردن، با طاعت. این است معنای اساسی شکر. پس محل شکر این قلب است، سپس زبان، سپس اعضای بدن. چون که الله میفرماید انه کان عبدا شکورا، اینکه او یک بنده شکرگزار پروردگار بود. الله یحب الشاکرین، الله شکر کنندگان رو دوست می‌دارد. و فرمود اذا ابتلی صبر، هنگامی که در ابتلا و امتحان قرار گرفتی صبر نمایی. تمام پیامبران در ابتلا و در امتحان قرار گرفتند، رسولان قرار گرفتند، صادقان، علماها، هر کسی که برای حق دعوت نمود با وجه صحیح و درست حتما در ابتلا و در امتحان قرار گرفت. اذا ابتلی، هنگامی که بر ابتلا و امتحان قرار گرفت. این سنت الله سبحانه و تعالی است در بالای خلقش. پس چیکار کرد؟ صبر پیشه کرد. پس صبر چیست؟ صبر این در لغت عرب به معنی بازداشتن و منع کردن است. اما در شریعت بازداشتن نفس خود بر سه چیز. یکم بر طاعت الله سبحانه و تعالی، اطاعت کردن الله سبحانه و تعالی از حرام کرده هایش و تسلیم شدن بر قضا و قدرش. هنگامی که بر امتحان ابتلا قرار گرفت صبر نماید. چون الله میفرماید که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آن پروردگاری که آسمان ها و زمین را، مرگ را و حیات را آفرید، خلق کرد تا که شما را امتحان کند که کدامشون بهترین عمل را انجام میدهید. لیبتلیکم، شما را امتحان کند، اختبار کند. ایکم احسن عملا، کدام شما بهترین عمل را انجام میدهید. نگو بسیارترین، بهترین عمل. پس بهترین عمل با اخلاص نبودن قبول نمی شود. بسیارترین عمل با اخلاص قبول نمی شود. بسیارترین عمل با مطابقت از پیامبر نبودن قبول نمی شود. بلکه چیز این بهترین عمل باشد، نه بسیارترین عمل. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، رسول الله فرماید هنگامی که الله قومی را دوست بدارد آنها را ابتلا و امتحان میکند. فمن رضی فله رضا، اگر هر کسی که راضی شود پس راضیگیش از خودش است، خوش به حالش. و اما هر کسی که فمن سخط، هر کسی که اگر که ناشکری و ناسپاسی کرد پس بر علیه وی است. و رسول الله فرمودند و اعظم الناس بلاء، بزرگترین مردم در بلا و در امتحان، در ابتلا پیامبران هستند. ثم الامثل فالامثل، سپس کسانی که از پیامبران پیروی نمودند، سپس کسانی که از عالمان، از اهل حق پیروی نمودند. ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید فی بیان حکمت ابتلا، در بیان حکمت ابتلا در مفتاح در سعاده میفرماید صورته صورت ابتلا و امتحان، صورت ان همین ابتلا و امتحان که میشود انسان، در بیان حکمت این مثل امتحان و ابتلا است. در باطن وی رحمت است و نعمت است و منت است، در باطن وی اگر نظر نمایی، اما در ظاهر مثل عذاب میتابد. همین گناه هست. بارک الله فیکم. و سپس فرمود و اذا اذنب استغفر، هنگامی که گناه کرد استغفار می نماید، از پروردگار طلب مغفرت می نماید. هنگامی که گناه را صادر کرد، مغفرت به معنی ستر است. از پروردگار طلب
آموزش میطلبی، تو رو پنهان کند. غفر الله ذنبه، میگه پروردگار گناه او را بیامرزد، یعنی او را بپوشاند. پوشانیدن، پس گناه از طبیعت فرزندان آدم است. گناه کردن این از طبیعت فرزندان آدم است. پس توبه کردن از این گناه این واجب است. چون الله میفرماید و توبوا الی الله جمیعا، ای مردم همگی به سوی پروردگار توبه کنید. همگی به سوی پروردگار توبه نمایید. این امر است. پروردگار امر می نماید. پس امر دلالت بر واجب می کند. حتما باید شما توبه نمایید به سوی پروردگار. الله می فرماید که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، آن کسانی که عملهای ناشایسته، فحشا و گناه را انجام دادند و بر نفسهای خود ظلم کردند، گناه کردند، بر نفسهای خود ظلم کردند، ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، سپس در حال بعد گناه خود، بعد ظلمی که به خود کردند، ذکر یاد پروردگار کردند و از پروردگار طلب استغفار کردند. فاستغفروا لذنوبهم، از گناهان خود طلب استغفار کردند، طلب مغفرت کردند، طلب ستر و پنهانی کردند. و من یغفر الذنوب الا الله، پس چی کسی است که گناهان بندگان را بیامرزد بجز الله سبحانه و تعالی؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. و در اینجا الله سبحانه و تعالی برمون نعمتش رو یادآوری میکند، نعمتی که هدایتی که برای ما و شما عطا کرده است. الله خیرتان دهد. پس عنوان سعادت است این. پس عنوان سعادت بنده در این دنیا این سه چیز است. هنگامی که بر اون نعمت عطا کرده شد شکرگزاری آن را ادا نماید، از گناه و معصیت فرار نماید، این را در راه نیکو صرفکارانه استفاده برد. هنگامی که بر وی ابتلا و امتحان آمد صبر کند، هنگامی که گناه کرد استغفار نماید. این است عنوان سعادت تو ای بنده در دنیا و آخرت. پس سعادتمندی میخواهی، پس به سوی این نیکویی ها باز بگرد. سپس مؤلف میفرماید که اعلم، بدون. اعلم بدون کلمه تنبیه است، از برای حاصل نمودن علم. کلمه تنبیه، این کلمه است، کلمه بدون، کلمه است که در وقت ذکر چیزهای مهم یادآوری میشود تا که گوش کننده و طالب علم بر این گوش بیاندازد و بپردازد که بعد این کلمات مهم، سخنان مهم است. یعنی که با فهم باش، جدی باش، هوشیار باش، گوش بده، آماده شو تا حقیقت مهم را بفهمی. اعلم ارشدک الله لطاعته، میفرماید یعنی بدون الله تو را به سوی طاعت عبادتش راهنمایی کند، به سوی طاعت و عبادت تو را راهنمایی کند. ارشدک الله معنای الله تو را هدایت کند و توفیق بدهد به راه راست. و رشد ضد غوایه است، ضد گمراهی است. و ابن قیم رحمه الله تعالی میگوید رشد همان هدایت و فلاح و نجات و راستی است. این رشد است. الله میفرماید که اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، آنها هستند راست روان، رشد یافتگان، در سوره حجرات آیه 7. پس فرمود که الله تو را راهنمایی کند، توفیق بدهد به طاعتش، یک به طاعت عبادتش. معنای طاعت چی است؟ معنای طاعت موافقت نمودن امر الهی، امر شریعت، این رو طاعت می‌نامد. اجرای امرها با ترک نهیها، امرهای الله را اجرا می‌نمایی، آنچه که من کرده است از آن دوری می‌جویی. پس اطاعت و به معنای عبادت است. و عبادت کلمه جامع است بر همه چیزی که الله دوست می‌دارد، چه عملهای ظاهر و پنهانی از گفتار و کردار باشد. الله می‌فرماید و ما یطیع الرسول فقد اطاع الله، هر کسی که رسول رو، پیامبر رو اطاعت کرد، بدرستی که الله رو اطاعت کرد. سوره نساء آیه 80. و میفرماید و ما یطیع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، اگر هر کسی که الله و رسول الله رو اطاعت کرد، بدرستی که رستگاری بزرگ رو نائل گشته است. رستگاری بزرگ رو نائل گشته است. پس رستگاری بزرگ و رستگاری حقیقی این در اتباع و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم است، با آنچه که نازل کرده است، فرود آورده است. پس هر کسی که اگر از این پیروی کرد حتما رستگار می شود، پیروز می گردد، کامیاب می شود. پس اطاعت کردن به معنای عبادت است. پس فرمود بدون الله تو را شامل رحمتش قرار بدهد و توفیقت بدهد به راه راست و از راه گمراهی ها تو را دور نماید. ان الحنیفیه ملت ابراهیم، بدرستی که حنیفیه این ملت ابراهیم است. حنیف این ملت ابراهیم است، یک مذهب ابراهیم علیه السلام است. پس حنیفیت، حنیف بودن از ریشه کلمه حنیفیه. پس اصل آن در لغت به معنای مایل کردن است.
اصل حنیف به معنای میل کردن، یعنی که انسان از شرک و کفر و بدعت میل مینامد به سوی توحید. ابن قیم رحمه الله تعالی میفرماید حنیف این میل است و میفرماید رحمه الله تعالی لا یسمى حنیفا الا اذا مال عن الشرك الى التوحید. انسان را حنیف گفته نمیشود مگر اینکه از توحید به سوی از شرک به سوی توحید روی بیارد. و حنیف کسی است که از شرک دور شده است و به سوی توحید روی آورده است و در آن ثابت بماند. برای همین ابن قیم فرمودند که لا یسمى حنیفا، حنیف گفته نمیشود الا مگر اینکه اذا مال عن الشرك از شرک روی گردون باشد الی التوحید، به سوی توحید قصد توحید نماید و در آن ثابت بماند در توحید. و حنیف المستقیم المستمسک بالاسلام، یک حنیف کسی است که راه مستقیم را، راه هدایت را انتخاب نماید، چنگ میزند برای اسلام، به سوی الله روی گردان است و از غیر الله به سوی الله باز میگردد و از غیر الله روی گردان است، به سوی الله اقبال میکند با قلبش، با باطنش، با ظاهرش و همچنین با قلب باطن ظاهرش از هر چیز از غیر الله روی گردان است. ان الحنیفیت ملت ابراهیم، حنیف این ملت ابراهیم است. معنای ملت مقصد از این شریعت ابراهیم، راه روش منهج ابراهیم. پس ملت به معنای دین است، در اینجا از دین ابراهیم پیروی نماید. چون الله میفرماید قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، بگو الله راست گفت پس پیروی نماید از ملت ابراهیم حنیف. قل صدق الله فاتبعوا، هذا امر است، بگو الله راست گفت فاتبعوا پس پیروی نماید از دین ابراهیم، از ملت ابراهیم، از منهج راه روش ابراهیم، از شریعت ابراهیم. پس ابراهیم علیه السلام اون خلیل رحمان است. چون که الله میفرماید واتخذ الله ابراهیم خلیل، الله ابراهیم را خلیل قرار داد. خلیل پدر پیامبران است، خلیل رحمان است، یکی از اولوالعزم رسولان است. چون پیامبر الله رسول الله صلی الله علیه و آله به سوی قوم‌های فرستاده شدند که آنها دعوای ملت ابراهیم میکردند. قریشی‌ها مشرکان مکه میگفتند ما از ملت ابراهیم هستیم، یهودیان و نصارا دعوا میکردند که ما از ملت ابراهیم هستیم. برای همین در حال رد الله آمد برای آنها گفت ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولیکن کان حنیفا، ولیکن حنیف بود، از کفر و شرک و بدعت و ضلالت ها به سوی توحید و سنت راهنمایی بود. حنیف بود، راه مستقیم را انتخاب نموده بود، راه توحید را پیشه کردگی بود، نه راه کفر و شرک و ضلالت را. پس ابراهیم علیه السلام حنیف بود، ولیکن کان حنیفا، حنیف بود، مسلمان بود ابراهیم علیه السلام و ما کان من المشرکین و از جمله مشرکان نبود. پس ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بلکه حنیف بود و مسلمان بود. و سپس مولوی میفرماید که ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین. پس ملت به معنای دین و شریعت و اصول زندگی است. خوب برداشت بگیرید. پس ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، یعنی که الله را یگانه عبادت نمایی، خالصانه تمام دین را از برای او قرار بدهی، الله را عبادت نمایی با اخلاص و از غیر عبادت الله روی گردان باشی. ان تعبد الله، عبادت الله سبحانه و تعالی. این بیان ملت ابراهیم علیه السلام است، عبادت با اخلاص، چون هیچ عبادت در نزد الله پذیرفته نمیشد مگر با اخلاص و متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم و ترک عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. پس در اینجا دو امر را جمع کرد. یکم عبادت الله صفت با اخلاص باشد. پس عبادت چی است در اینجا؟ عبادت الذل والخضوع، عبادت این فروتنی است، فرمانبرداری است. و در شریعت چون شیخ حسین فرمودن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، یک نام جامع است، اسم جامع است برای همه گونه عملهای قولی و باطنی و ظاهری، خواه باطنی باشد مانند محبت، توکل، امیدواری، رغبت و رحمت، یا که عمل ظاهری نماز، روزه، حج، زکات، صدقه، همه این عبادت شمرده می شود. پس این هنگام ان تعبد الله وحده، الله را تنها الله را عبادت نمایی و خالصانه باشد. اختصاص در جا قرار داد، خاص او قرار بگیرد. مخلص الله الدین، خالصانه دین را از برای او قرار بدهی، یعنی که تمام عمل را از برای الله قرار بدهی. مخلص الله الدین، خالصانه عمل را از برای تمام عملها را، عبادت را از برای او قرار بدهی، چی عبادت قلبی باشد، چی عبادت زبانی باشد، چی عبادت جوارح باشد. چون الله میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلص له الدین، و ما آنان را عملا امر نکردیم بجز عبادت الله سبحانه و تعالی، اخلاص در دین او سبحانه و تعالی، در حالی که از شرک دست بکشند و سوی توحید روی گردان باشند. سوره بینه آیه 5. سپس مؤلف میفرماید که فاذا عرفت ان الله خلقك لعباد، پس هنگامی که دانستی که الله تو را از برای عبادتش آفریده است، دانش قطعی، دانش جزمی که در آن شک و تردید نیست،
در آن شک و تردید جای نمیگیرد. عبادت شرعی که الله با آن امر کرده است، عبادت صحیح و قبول، چون عبادت صحیح و قبول نمیگردد مگر با دو شرط اساسی گفتیم. یکم خالص از برای الله، دوم چیز مطابقت پیامبر با توحید یعنی و اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس توحید شرط صحت عبادت است، اتباع پیامبر شرط صحت عبادت است. الا مع توحید گفت. مراد از توحید الوهیت است، توحید عبادت است. پس هنگامی که دانستی فاذا عرفت از آیه‌ای که خواند و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، سوره بین آیه 5 و همچنین این آیه کریمه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نآفریدم مگر اینکه من را عبادت نمایند. پس هنگامی که دانستی که تو جز از برای عبادت الله آفریده نشده ای، پس این قول الله سبحانه و تعالی را بدون و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت نمایید و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. امر بر عبادت الله سبحانه و تعالی و ترک عبادت غیر الله. امر بر عبادت و اعبدوا الله، الله را عبادت نمایید، و نهی کردن از عبادت غیر الله ولا تشركوا به شیئا، بر او کسی چیزی را شریک قرار ندهید. و فرمود کما ان الصلاه، چگونه ای که نماز که بر آن ما امر شده ایم در شریعت، ان همین نماز لا تسمى الصلاه، نماز نامیده نمی شود. نماز انسان صحیح و درست و قبول نمی گردد مگر با طهارت. همین گونه نیست، نماز به طهارت قبول پذیرفته نیست، بلکه اثر نماز میگذارد. از حدث اصغر، از حدث خرد، از بی‌وضوئی خرد و بزرگ باید خالی باشد. چگونه ای که نماز بدون طهارت پذیرفته نمی شود، همچنین تمام نوع‌های عبادت بدون توحید قبول نمی شود. برای همین درجه می‌فرماید که فاذا دخل الشرك، هنگامی که شرک اکبر داخل شود بر عبادت تو، این شرک دعای غیر الله است، عبادت غیر الله است، از برای غیر الله سجده و رکوع، دعا و کمک مدد یاری طلب کردن، صرف جزئی از نوع‌های عبادت از برای غیر الله. اگر جزئی از نوع‌های عبادت از برای غیر الله صرف گردد، انسان مشرک می‌شود، در برابر الله سبحانه و تعالی شریک قرار بدهی. برای همین فرمود اذا دخل الشرك، هنگامی که شرک اکبر در عبادت الله داخل شود، در عبادت الله شرط نیست که تمام عبادت باشد، در قسمی از آن، در جزئی از آن اگر داخل شود، فسدت، فاسد می شود. عبادت انسان فاسد می شود، اعمال انسان فاسد می شود. کل حدثی، مثل بی‌وضوئی که طهارت را باطل می سازد، نماز انسان را باطل می سازد. انا همین شرک اگر در عبادت انسان داخل شد، پس عمل انسان را فاسد می‌گرداند، پس ایمان انسان را از بین میبرد. الله می‌فرماید که خطاب به سوی پیامبر ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، بدرستی به تو وحی شده است و کسانی که پیش از تو بودن وحی شده است. لئن اشرکت لیحبطن عملک، بدرستی که ای پیامبر اگر تو شرک بیاری و کسانی که پیش از تو بودن اگر شرک می آوردن، لیحبطن عملک، حتما و حتمی عملهای تو رو حبطه میکردیم. شخص معین است، عملهای تو رو حبطه میکردیم. و رسول الله فرمود که لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضا، الله نماز هیچ کس شما را نمیپذیرد هنگامی که به وضو نماز بگذارد. پس وضو گرفتن این شرط صحت نماز است و توحید شرط صحت تمام عبادت هاست. پس قول الله لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک بیاری تمام عملهای تو رو ما حبطه میکنیم. و در حدیث قدسی هم آمدگی است انا اغنى شرکای عن الشرک، من به نیازترین شریکان از شرک هستم، نیازی بر کسانی که بر من شریک میرن ندارم. من عمل عملا اشرک فیه معی، هر کس عمل کند که در آن کس دیگر رو بر آن در عبادت من شریک قرار بدهد، با من ترکت و شرک، او رو با شرکش ترک میکنم. پناه به سوی الله اگر انسان را الله ترک نماید. روایت مسلم است. پس هنگامی که دانستی که این که شرک اکبر هنگام عبادت رو آمیخته شد و رو فساد میکند و رو از بین میبرد، عبادت رو حبطه میکند، مراد از این در اینجا شرک اصغر که عبادت رو فاسد میکند، اما شرک اکبر تمام اعمال تو رو حبطه میکند. شرک اصغر همون عبادتی که داری همون رو حبطه میسازد، اما شرک اکبر تمام عملهایی که تمام حیات کردی اون همه اون رو حبطه میسازد. الله میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله شرک آوردن با خود رو نمی آمرزد، نمی بخشد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و غیر شرک هر کسی هر چیزی رو بخواد از برای هر کسی می آمرزد. سوره نساء آیه 48. پس صاحب شرک اکبر، کننده واقع شدن انسان در شرک اکبر، من الخالدین فی النار، از بندگان قرار میگه که جاودانه در دوزخ در جهنم قرار میگیرد میماند. شخصی که شرک اکبر رو انجام میدهد و بدون توبه از این دنیا میگذرد، اهل خالدان در آتش میماند، یعنی ابدا با سبب شرک اکبر کرده بود. چون الله چی فرمود؟ ان الله لا یغفر، الله نمی آمرزد کسی که شرک اکبر انجام میدهد با شرک اکبر از این دنیا بگذرد. صار صاحبه، کسانی که این شرک اکبر انجام میدهند، من الخالدین، از کسان جاودان، از اهل جاودانه در ابدی در دوزخ بودن قرار میگیرند. پناه به سوی الله. پس
فاذا عرفت ان اهم، پس اگر تو دونستی این مقدمه واجبترین تأکیدترین چیز ما علیک، آنچه که بر تو هست معرفت این است، معرفت شرک که تمام اعمالهای تو را حبطه می‌نماید. باشد که الله سبحانه و تعالی تو را خلاصی بدهد، تو را نجات بدهد از این شبکه شرک، از این شبکه شبکه‌ای که با هم پیچیده هست، با هم آمیخته هست، مثل شبکه تارتنک است، تار است که افتیده دیگر از آن خلاص نمیابی. باشد که الله سبحانه و تعالی تو را خلاصی ببخشد از این شبکه‌های شرک، و ذلک بمعرفت اربع قواعد، با دونستن این 4 قاعده ای که الله سبحانه و تعالی در کتابش ذکر کرده است. این 4 قاعده ای که الله سبحانه و تعالی در کتابش ذکر یادآوری کرده است، با سبب این 4 قاعده که در کتاب الله ذکر شده است، شاید تو خلاص بیابی از این شبکه شرک، یا اینکه تو خلاص نمیابی از این شبکه‌های شرک مگر با دونستن این 4 قاعده ای که الله سبحانه و تعالی در کتابش ذکر کرده است. بارک الله فیکم.